آیا امکان داره یه پرونده کاری در پروسه باشه و برای تحصیلی و توریستی هم اقدام کرد؟ منظورم اقدامات دوال و همزمان دو پرونده است. اعلامای مثبت شدم به تای بنده افسر گیر داده و الان پسرمو در آوردم و پرونده پروسه است. میشه برای تحصیل توریستی همزمان اقدام کرد؟ بله، اگه میخواید ردتون رو قطعی کنید حتما بله میتونید این کار رو بکنید. اگه این کار رو کردید ردتون رو قطعی میکنید تو همه اونا. چرا؟ خیلی ساده است. اینم باز تو قانون ننوشته. آدمایی که دوست دارن ببینن تو قانون دقیقاً اینا رو نوشته، نه اینا تو قانون ننوشته. اما بحث اینه که شما وقتی که درخواست ویزای کار کرده اید، یک پرپس آف ویزیت یا یک دلیل رفتن به کانادا اعلام کردید که کار است. اعلامای مثبتید، یا کارفرمای شما رو میخواد، دارید ویزای منتظر ویزای کارتون هستید. خب اگرم یه بار رد شده دوباره هم میتونید درخواست بدید به همون ترتیبی که نوشتید، اقدام درست تری. حالا اگه اومدید اون رو رها کردید یا همزمان با اون که اون توی پروسه هست اومدید یه درخواست دیگه دادید، دارید پیام میدید به افسر که قصد من اون نیست. یعنی پرپس آف ویزیتتون رو خودتون با دستان مبارک خودتون میبرید زیر سوال. یعنی به همین سادگی. بنابراین بسیار بسیار کار غلطی است. اینکه شما شنیده اید دوال اینتنشن، اون حالتی است که معمولاً یکیش ویزای موقت است، اینتنشن دوم اقامت دائم است. یعنی که مثلا بنده درخواست اقامت دائم دادم، توی سیستم در جریان، حالا یه درخواست تحصیلی میکنم، این میشه دوال اینتنشن. نه اینکه یه درخواست توریستی دارم، یه درخواست تحصیلی دارم، یه درخواست کاری. خب افسر نه، هر آدم عاقلی دیگه میتونه از شما بگه خب بالاخره تو میخوای بری کانادا چیکار کنی؟ بالاخره میخوای بری ویزیت کنی؟ بالاخره میخوای برید کار کنی یا میخوای بری تحصیل کنی؟ در اصطلاح افسران ایمیگریشن به این افراد میگن those who are willing to go to Canada, desperately willing to go to Canada, desperately willing to go to Canada. یعنی به هر دری میزند که بره وارد کانادا بشه و این کاملا نشان دهنده این هست که پرپس مشخصی ندارد. یک، دو، این میخواد بیاد هر طوری شده و بر نمیگردد. یعنی عملا با اقدام موازی به این شکلی که فرمودید ردتون رو گارانتی میکنید.